محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه در جامعه اسلامی در مدینه منوره در وقت امتحان ها به سوال های مردم جواب می گفتند. مثلا به طلبه ها ورقه تقسیم کرده میشه، در آن ورقه سوال هست و چند نفر مراقب میشه، چند عالم شیخ ها همونجا مراقبت میکنند که به یگان کس از یگان کسی دیگر روی بردار نکنه. اصلا امکانیت روی بردار کردن هم نیست، برای اینکه یک میز در اینجا باشه، یک طلبه در اینجا میشند، بین دیگر قطارها فاصله دراز است، یعنی دیده از وی برداشته نمیشد. لیکن به هر حال نظارت میکنند که یگان دفتر یا یگان کتاب در آورده روی بردار نکنند یا از یگان کس نپرسد. در امتحان ها یک آرامی همه جا را فرا میگیرد و چندین نفر شیخ ها این را مراقبت میکنند، نظارت میکنند که یگان کس با از دیگر جا روی بردار نکند. امکانیت هم نیست، لیکن با وجود همین مراقب ها هست، نظارت کننده. و یگان طلبه اگر محمد امین شنقیطی را پرسد، سوال مثلا در ورقه آمدگی است، طلبه شیخ رو میپرسه، شیخ جواب میدادیم. بعد دیگر آن شیخ ها انکار کرده نمیتوند با علامه محمد امین شنقیطی. حتی بعض آدم ها میگفتند که مانند شیخ الاسلام تیمیه، حتی شیخ البانی میگوید که محمد امین شنقیطی را در مسجد نبوی دیدم، شیخ الاسلام تیمیه به خاطرم رسید. یعنی مثل اگرچه به شیخ الاسلام برابر کرده نمیشد، ولیکن واقعا عالمی بزرگ بودند، در تمام فنها حافظ بودند. سبحان الله، علمی که ایشان داشتند و هیچ کس جرأتی انکار کردن نمیکرد. یگان شیخ گفته نمیتونست که این شیخ برای طلبه ها برای چی یاردم میکنید، نمیگفت. تو رفته خبر به ابن باز دادیان. ابن باز در آن وقت مدیر جامعه بودند، مدیر جامعه، مدیر دانشگاه اسلامی مدینه منوره ابن باز بودند. وقتی که به ابن باز خبر میرسانند، بعد ابن باز محمد امین شنقیطی رو میپرسند که ما ابن باز به محمد امین شنقیطی شاگرد حساب میشن، درس گرفتگی هستند و استفاده میبردند از دلیل هاشون، از مناظره هاشون. بعضی شیخ ها آمده با محمد امین شنقیطی کشاکشی میکردن. محمد امین شنقیطی وقتی که دلیل ها رو از قرآن ذکر میکردن، سبحان الله، عجایب ذکرها هست، حتی درباره فنای آتش دوزخ. بعضی ها میگن که دوزخ نیست و نابود میشه، این قول باطل است. دوزخ نیست و نابود نمیشد، دوزخ بردوام است، ابدی است. و محمد امین شنقیطی ناگاه در یک مجلس ابن باز یک آدم، یک شیخ مصری آمده محمد امین شنقیطی را میگوید که دوزخ فنا مییابد، نیست میشد. بعد محمد امین شنقیطی هر یک آیتی که در قرآن هست درباره فنا نشدن دوزخ و بردوام بودن دوزخ به ترتیب از سوره بقره ذکر میکنم، به یک ترتیب. سبحان الله، فراموش نکرده کدام آیت اول است سپس کدام آیت است، با همین ترتیب از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن با حجت میبیارن. و محمد امین شنقیطی را شیخ ابن باز با یک دقت خاص گوش می اندازن. سبحان الله، سبحان الله گفته، یعنی به علم محمد امین شنقیطی تعجب میکردن. سبحان الله، سبحان الله میگفتن، هر یک دلیل بیارن. بسیار عالمی کلام بودن. بعد ابن باز محمد امین شنقیطی رو میپرسن که برای چی آخر به طالب علم در وقت امتحان گفته میدهید؟ میگفتن که آخی پیامبر صلی الله علیه و سلم که من کتم علما، کسی که یک علمی را پرسیده شود و پنهان کند، روز قیامت لجام آتشین زده میشد. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. ظاهری سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم عام است. کدام آدم عالم باشد و پرسیده شود و به سوال مردم جواب ندهد، لجام آتشین زده میشد. من از الله تعالی میترسم، من به سوال مردم جواب میگم. گفتن بعد میگم که آخر این مقصود این امتحان ها سنجیدن دانش طالب علم است، بنابراین نگفتن خوب. ازگان میگن که من برای امتحان های شما شده به دوزخ درآیم. خلاصه به سوال های مردم جواب میدادن. یعنی این فهم علما و اجتهاد ایشان است. الله تعالی رحمت و مغفرت کند.